عزیزان من، قدر پدر و مادر را بدانید، قدر پدر و مادر را بدانید. وقتی من از خانه هر جمعه می آمدم، خصوصا روزهای اخیری که پدرم مریض بودن، میرفتم میگفتن بابا جان میرم به نماز جمعه، میگم برو به خدا سپردم. او صدا دیگه داخل گوش من نیست. این صدا زودترین فرصت از داخل گوش ها عزیزان من گم میشه. قبل از این که به سر قبر پدر بروید، سنگ قبر پدر را ببوسید، دست پدر را ببوسید عزیزان و بزرگوار. عزیزان من، فوز و فلاح و رستگاری میخواهید؟ در خدمت پدر و مادر عیب نیست. رئیس جمهوری، وزیری، وکیلی، عالمی، شیخ الحدیثی، شیخ التفسیری بگو بابا من نوکر تو هستم، من خادم تو هستم. کفش قرد ایمان لرم، نور د ژوند قرآن لرم. نور الایمان خپرندوی اداره